اگه برای شما هم سواله که وقتی که این همه کابل میبینید بدونید اسم تک تکشون چیه و کجا استفاده میشه و خیال خودتون رو یه بار برای همیشه راحت کنین، این ویدیو رو ببینید. سلام، من رضا سلطانی هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون انواع اقسام کابل‌های صوتی رو معرفی کنم. اولین کابلی که میخوام شروع کنم باهاش این کابل معروف یا این فیش معروف به اسم جک 3.5 میلیمتری یا آگزیلری یا آکسه. این کابل بیشتر توی هدفونا، هندزفریا، اسپیکرها استفاده میشه و اگر دیدین این تیکش شامل 3 بخشه، یعنی 2 بخش جدا کننده داره، صدای استریو رو به شما منتقل میکنین و اگر این قسمت وسط رو نداشت میشه صدای مونو رو برای شما منتقل میکنه یا به اصطلاح صدای تک کاناله. پس اگر فیش 3 بخش داشت میشه صدای استریو یا 2 کانال، اگر 1 بخش داشت میشه صدای مونو یا همون تک کانال. میریم سراغ کابل بعدی که این ریختی هستن. به این کابلا میگن کابل RCA. این کابلا توی سیستم‌های صوتی حرفه‌ای‌تر، توی آمپلیفایر ماشین‌ها، توی بعضی از اسپیکرها استفاده میشه. این کابلا رو یادتونه روی دیویدی‌های قدیمی اینا هم دقیقاً همون کابلای RCA هن که رنگ قرمز و سفید مربوط به صدا میشد که یکی کانال چپ یکی کانال راست رو منتقل میکرد، صدا استریو بود. این فیش زرد رنگ مربوط به تصویر بود که البته زمانی که ویدیو CD بود این اتفاق میافتاد. کابلای DVD اومد چه اتفاقی براش افتاد؟ از اونجایی که کیفیت رفته بود بالاتر، 3 تا فیش مربوط به انتقال تصویر بود، فقط 2 تا فیش مربوط به انتقال صدا بود. اونجا 5 تا کابل RCA درگیر بودن. کابل بعدی کابل فیبر نوری یا اپتیکال هستش که برای انتقال صدای دیجیتال ازش استفاده میکنن. این کابل دیگه صدا رو به صورت آنالوگ منتقل نمیکنه و از بزرگترین مزیتاش اینه که بدون هیچ نویزی صدا رو برای شما منتقل میکنه. زمانی که این کابل رو به سورسش متصل میکنید این قسمتش قرمز رنگ میشه و نور قرمز رو توش میبینید. این کابل اصوات رو تبدیل به سیگنالای دیجیتال میکنه و به وسیله نور منتقل میکنه و جزء با کیفیت ترین کابلاییه که میتونید پیدا کنید. معمولا خروجی های تلویزیون های های اند یا اسپیکرهای های اند یا پشت ریسیورتون میتونین این کابلا رو ببینین، درگاه خروجیشو. و اسپیکرهایی که یه مقدار مثلا توی رده های اند کمپانیا قرار میگیرن اونا هم این ورودی اپتیکال رو دارن. به 2 صورت دیگه، اگر دیوایس پخش کننده شما باشه این رو به صورت خروجی داره، اگر روی اسپیکرتون یا هر وسیله شنیداری دیگه ای باشه این رو به صورت ورودی داره. یکی دیگه از مزایای این کابل اینه که پهنای باندش به قدری کافی هست تا بتونه صداهای 6 کانال یا همون 5:1 رو منتقل کنه، صدایی که به اصطلاح دالبی شناخته میشن و توی سینمای خانگی ازشون استفاده میکنن. اما باید اینو بدونین که به قدری پهنای باندش کافی نیست که بتونه صداهای آن کامپرسی مثل فرمت‌های دالبی اتموس یا مثلا دالبی ترو اچ دی رو منتقل کنه. کابل بعدی کابل کوآکسیاله که در اصل کابلش مهم نیستش که چی باشه، خیلی شباهت به کابل RCA داره و در واقع همونه ولی به صورت تک کانال هستش. این کابل سیگنال صوتی که تبدیل به دیجیتال شده رو منتقل میکنه، یعنی یه چیزی تو مایه‌های اپتیکاله ولی به قدرت اپتیکال پهنای باند نداره و خیلی کم استفاده میشه. اینو معمولا من خودم بیشتر تو خروجی ریسیورهای دیجیتال دیدم که بعضن خروجی کوآکسیال داره. ممکنه بعضی تلویزیون‌ها هم داشته باشه ولی حقیقتا خیلی دیوایسایی که این ورودی رو داشته باشن کمن و خیلی کم مورد استقبال و استفاده قرار گرفته. جایگزین این کابل فیبر نوریه. کابل بعدی کابل XLR هستش که من الان اینجا ندارمش. از این کابل بیشتر توی ادوات استدیویی مثل میکروفون ها، مثل میکسر ها، مثل کارت صداهای حرفه‌ای استفاده میکنن که به این شکلی که توی تصویر دارین میبینین. این کابل بزرگترین مزیتی که داره اینه که میتونه سیگنالا رو بدون تداخل نویز
انتقال بده، چون تو استدیو خیلی مهمه که روی سیگنالا نویزی وجود نداشته باشه و میتونه طول بیشتری رو داشته باشه، یعنی مثلا کابلای 10 متری، 15 متری، 20 متری و نویزی رو منتقل نکنه. کابل بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم که من اینجا جکاش رو دارم و فقط تبدیلشونه، کابلشون نیست، کابل TRS هستش که خیلی شبیه جک 3.5 میلیمتریه اما تو ابعاد بزرگتر. از این کابلام توی ادوات استدیویی مثل میکروفونا، هدفونا و دستگاه پخش کننده استفاده میکنن و بیشتر تو استدیو استفاده میشه، چون بازم این کابلا نسبت سیگنال به نویزی که دارن خیلی بیشتره و نویز کمتری رو میگیرن. این الان اگه ببینید یه دونه کابل TRS تک کاناله که همونجوری که گفتم یه دونه از این جدا کننده ها داره. این میشه TRS 2 کانال. بیشترین استفاده ای هم که این TRS ها دارن میتونین ببینین، خروجی گیتارا رو اگر دقت کرده باشین به این کابل TRS وصل میشن و از طریق اون به کارت صدا متصل میشن. یه کابل دیگه ای که میخوام بهتون معرفی کنم کابل میدی هستش. معمولا از این کابل تو اتصال کیبوردهای دیجیتال یا کیبوردهای میدی استفاده میکنن و برای اتصال ادوات صوتی دیجیتال به کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیره. حالا نوبت یک کابل خیلی معروف رسید که اغلبتون به عنوان کابل تصویر میشناسینش، همون HDMI معروف خودمون. اما باید بدونین که الان HDMI 2.1 بیشترین پهنای باند رو توی جابجایی صداها داره و میتونه همراه تصویر صدای 6 کانال رو به صورت آن کامپرس با کیفیت دالبی ترو HD منتقل کنه و تا به الان حتی کابل اپتیکال نمیتونه این کار رو انجام بده. پس بهترین کابل صوتی که میتونین همراه این که تصویرتون رو انتقال بده داشته باشین میتونه کابل HDMI باشه. مورد استفادهش کجاست؟ یه سری از تلویزیون ها هستن که یکی از HDMI هاشون یه علامتی به اسم ARC داره پشتش، ARC. اگر تلویزیون شما همچین چیزی رو داره و سینمای خانگی شما هم یه HDMIش به این اسم خورده، زمانی که با HDMI 2 و یا 2.1 این دوتا رو به هم دیگه متصل کنید، البته زمانی که HDMI 2.1 باشه اون به صورت eARC در میاد و پهنای باند باز هم بالاتره. من خودم الان تلویزیونمو با HDMI به سینمای خانگیم وصل کردم و زمانی که فیلم های 6 کانال رو دارم تماشا میکنم صدا به صورت دالبی و 6 کانال وارد سینمای خانگی من میشه. یعنی این کابل HDMI میتونه جایگزین تمام اون کابل صوتی قرار بگیره و علاوه بر این که تصویر سینمای خانگی رو روی تلویزیون شما نمایش میده، از اون ور بالعکس صدای تلویزیون رو به سینمای خانگی منتقل کنه و شما از شنیدن صدای دالبی لذت ببرید. یه کابل دیگه هم هست، گفتم جاش خالی نباشه، برای من خیلی نوستالژیه. به این میگفتن جک 2.5 میلیمتری که از جک 3.5 میلیمتری کوچیک‌تر بود. من یه گوشی داشتم کیوتک S200 بود که ویندوز موبایل بودن، اونایی که دارن قطعا یادشونه، از این جکا بهشون میخوردن. خیلی الان دیگه کم میبینم این جک 2.5 میلیمتری و دیوایسی ساپورتش کنه، ولی خلاصه این اون موقع بود و من خودم جک 2.5 میلیمتری رو خریده بودم، تبدیلش کرده بودم به 3.5 میلیمتری خروجیشو که بتونم از هدفونام برای روی گوشیم استفاده کنم. من سعی کردم تو این ویدیو کابلای پرکاربردی که بیشتر چشمتون بهشون میخوره رو معرفی کنم تا باشون آشناشین و اسماشون رو بدونین و دیگه گیج نشین وقتی کابلا رو دیدین و زمانی که نیاز داشتین اون کابل رو تهیه کنین بدونین دقیقاً چی میخواین و اسمشو به فروشنده بگید. تمام این کابلایی هم که من به شما مثال زدم تبدیلاشون توی بازار وجود داره. مثلا اینو ببینین، این تبدیل TRS به جک 3.5. این رو ببینین، این تبدیل جک 3.5 میلیمتری به RCA. خیلی بیشتر از این تبدیلات توی بازار وجود داره. هر کدومو که سرچ کنین تو اینترنت میتونین ببینین. الان دیگه اسماشو میدونین کدوم دقیقاً چه کابلیه و چه استفاده‌ای داره و اگه نیاز داشتین میتونین ازش استفاده کنین. اگر هم هنوز سوالی مونده که جوابشو تو این ویدیو نگرفتین، توی کامنت ها بپرسین، حتما جوابشو بهتون میدم.